رادیواکتیو، رادیواکتیو، رادیواکتیو. سلام سلام سلام. وقت همه شما دوستان و همراهان رادیواکتیو بخیر. امیدواریم که همیشه لبخند بر لب و پرنشاط باشید. منم سلام میکنم و امیدوارم که با ما تا آخر برنامه همراه باشید. ببخشید آقا، یه لحظه نگه دار لطفاً ضبطو. محسنی چه اجراییه؟ بابا شروع برنامه است، استارت برنامه است، یه لبخندی، یه چیزی. چه لبخندی؟ این همه مسائل مشکلات هست دیگه، اصلا دیگه فرصتی برای لبخند نمیمونه عزیز من. عزیز من دقیقاً نکتهش تو همینه. اتفاقاً همه داستان همینه که باید به مشکلات لبخند بزنی. نکنی این کارا، نکنی به مشکلات لبخند نزنی. این مال فیلم هاست. فیلم زیاد دیدی احتمالاً اینجا. بابا مشکلات شعور ندارن که تو لبخند میزنی بهشون فکر می‌کنن خوشت اومده. بعد چی میرن با فک و فامیل و دوست رفیقاشون با هم میرن قبیله‌ای میریزن تو زندگیش. آقا من همین کارو کردم دیگه. من یه بار تو بچگیم به یکی از مشکلات لبخند زدم. الان 40 سال همه مشکلات همینجوری ریختن تو زندگیم، اصلا نمیدونم چیکار کنم. دیگه تصمیم گرفتم اخم و تخم کنم که دیگه شاید بذارم برن. آقا باشه، مقدمه نخواستیم، بریم ادامه برنامه. بریم، ولی لبخند نزن. لبخند میزن. خب آقایون حضار، جلسه دادگاه رو آغاز میکنیم. از متهم ردیف اول آقای تبری خواهش میکنم که تشریف بیارن، خیلی ملایم و با هوشیاری که نه سیخ بسوزه نه کباب به سوالات ما پاسخ بدن. بله. با سلام خدمت تمام اختلاسگران متدین و رشوه‌گیران خدوم، بالاخص مقام عظمای ارتشا. آقا ولش کن. چی شده؟ نمیخواد به مقام عظما سلام کنی. شرط ادب بره خواستم بجا. گفتم سیخ و کباب. بله سیخ. به من سلام کن. خب شما بفرما که تو قوه قضاییه چی کار میکردی شما؟ والا ما مثل همه مسئولین نظام مشغول عدالت ورزی و مبارزه با مفاسد بودیم آقا. پس این داستان رشوه ها چیه این وسط؟ رشوه چیه آقا؟ رشوه چیه؟ کار ملت رو ما رو انداختیم اونجا. یه مبلغ ناچیزی 10 میلیاردی 15 میلیاردی 20 میلیاردی میدادن پول چایی. بعد داستان اون ویلای لواسان چی بوده این وسط؟ ویلای لواسان رو که حاج صادق زنگ زد، گفت کارو به 4 ردیف کن. آره. حاج صادق کیه؟ حاج صادق آمولی لاریجانی دیگه. اونو نگو. داستان سیخ و کباب دیگه بابا. اصلا لواسان رو ول کن. قضیه زمینای نوشهر رو بگو. زمینای نوشهر که آقا مجتبی زنگ زد گفت کارو به 4 ردیف کن. آقا مجتبی کیه؟ مجتبی محرمی؟ نه بابا، آقا مجتبی خامنه‌ای دیگه. نگو هی میگه. اصلا نوشهر رو ولش کن. این داستان رشوه‌های میلیاردی قوه قضاییه رو بگو. اون که والا آقا زنگ زد گفت کارو به 4 ردیف کن. آقا که کدوم آقا محمد خان قاجار؟ نه بابا، حضرت آقا مقام عظمای ولایت. نگو ای بابا. بله. آقا اصلا رشوه‌ای نیست تو این پرونده که. فقط یه سیخ هستی کباب. من میگم اینا رو نگو. بله. آقا من پکی رو بگم آقا هی میگی نگو. منصوری رو بگو، از منصوری بالاتر نرو. اون که مرد که بابا. این مدانی که این رفیق فابم بود. من اصلا هر چی بهش میگفتم، هر کاری بهش میگفتم میکرد. اصلا بهش میگفتم از بالا برج میلاد خطه به پرت پایین پرت میکرد. ولی خب مثل که من زندان بودم، مثل که مقام عظما بهش گفته که از پنجره هتل نگو آقا نگو. تو همون منصوری رو بگو. منصوری چی بگم؟ من اصلا نمیدونم این چرا رفت رومانی. این ایرانم بود رومانی بود، ولی خود مقام عظما هم الان رومانیه. آقا نگو. نه اصلا برو بگی بشین. نخواستیم اصلا دادگاه نخواستیم. من همین رو میگم اصلا چه پرونده نگو آقا. جلسه تمام. یه لوگو پخش کن. مقام عظما سلام برسانید. نگو لوگو پخش کن آقا. بله هسته. با بیناموز ما ببین چی رفت بر ما. با بیناموز ما همه شدیم رسوا. تو گیجی من داغون، تو منگی من حیرون. ز حلقه بیتت مرا مکن بیرون. مبادا روزی بند دلت باشه، مبادا یک شب اون کمرت تاشه. با بیناموز ما ببین چی رفت بر ما. با بیناموز ما همه شدیم رسوا.
شنوندگان عزیز، همونطور که در جریان هستید قیمت امام ماکیان مرغ قدس سره شریف افزایش چشمگیری پیدا کرده. به همین مناسبت توجه شما رو به خطبه های پیش از دستور امام ماکیان ولی امر مرغ های جهان حضرت آیت الله قدقدی جلب می کنم. من قیمت تعیین میکنم. من به پشتوانه یه تخم مرغ هام تو دهن این خروس ها میزنم. دل خوش به این مقدار نباشید، پرهام رو هم مجانی به شما نمیدهم. جناق سینه‌ام رو هم نمیتونید بشکنید. لاکن این گونه نباشد که تخم مرغ هایم را در شانه بگذارید، باید پرهایم را شانه کنید. روح منی قدقدی تخم شکنی قدقدی، روح منی قدقدی تخم شکنی قدقدی، روح منی قدقدی تخم شکنی قدقدی. ما همه پیرو سید علی اوشکول، بوقولی 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 بوقول، گشت مرغ سوخاری علی گدا، قدقدا 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 قدا، داش خورا جمعن میشن 5 من، ما همه شوتیم توی هپروتیم، این همه منتر آمده پنجر. خب همونطور که بهتون وعده داده بودیم در راستای بحران‌های اقتصادی اخیر از آقای تورم شکاف دعوت کردیم که تشریف بیارن و یک تبیین روشنی از شرایط اقتصادی داشته باشن. خب آقای دکتر، پاسخ شما به این وضعیت بحرانی چیه؟ عزیزم کدوم وضعیت؟ کدوم بحران؟ آقا چرا حرفای دشمن رو تکرار میکنید؟ ول کنید این ماهواره ها رو، ول کنید. ما الان تو باثبات ترین وضعیت اقتصادی هستیم. کشورهای دیگه دنبال الگوهای ما هستن، تماس میگیرن، راهنمود میگیرن. مثلا کدوم کشور؟ همین آمریکا. البته خب تماس نگرفتن، ما خودمون رو واتساپ براشون راهنمودهای حکیمانه مقام معظم رو براشون فرستادیم. که بعد چی بوده این راهنمودا؟ حالا گفتیم که آقا برای اینکه بتونید این شلوغی‌ها رو مهار کنید 1500 تا رو به رگبار ببندید، دلار رو ببرید بالا، اینترنت رو قطع کنید، یه موشک بزن به هواپیمای خودی، جنگ سلبریتی رو بنداز، جنگل آتیش بزن، چند تا سلطان بگیر، 4 تا اختلاس سوخته رو کن، درست میشه آقا نمیخواد شما به بقیه راهنمود بدید، بیاید شما بگید با همون وعده هایی که دادید چی کار کردید. عزیزم به همش عمل کردیم. شما الان نگاه کن سیاست همسانسازی در دولت، ببینید دلار 19 تومن، کویت 19، سکه 19 میلیون. ببینید همه رو 19 نگه داشتیم. بابا دلار شده 22,000 تومان، 19,000 تومان چیه؟ خب اون دیگه به شخصیت و شعور اون برمیگرده، شعور دلار. شما نگاه کنید وضعیتش مشخصه. این دلار یه آدم بی شخصیت، بی شعور، فتنه‌گر، غرب زده، اغتشاشگر، همینطوری خودش میره بالا. وگرنه شما ریال رو نگاه کن، اینقدر ولایت مدار سقوط آزاد کرد. البته آقای روحانی و مقام معظم الحق و الانصاف سنگ تموم گذاشتن. به طور مشخص به قیمت مسکن گفتن بیا پایین، به تورم گفتن بکش پایین، به قیمت خودرو دستور اکید دادن که بیا پایین، حتی در همین راستا به پسر همسایه که رفته بود بالای درخت گفتن بیا پایین. به قیمت گفتن بیا پایین؟ بله. بعد پاسخ اینایی که بهش گفتن بیاید پایین به دستورات مقام معظم چی بوده؟ خب اینا هیچ جمعیاً همشون برگشتن تو روی مقام معظم گفتن بخواب بابا نری اینجوری. بابا ول کن این حرفا چیه؟ آقا شما قیمت مرغو ببینین وسط. آقا قیمت مرغ چشه؟ $1. تو کانادا مرغ $2. آقای عزیز اونجا حداقل درآمد ساعتی $13. خب اونجا کارگر ساعتی 5000 تا میگیره. 5000 تا چی میگیره؟ همین تو تومار. آقا اصلا اینو مهم نیستش که شما تحمل کنید، ما از این بحران ها عبور میکنیم. بابا چی رو تحمل کنیم؟ تحمل کنید از بحران عبور میکنیم، تحمل کنید از تحریم عبور میکنیم، تحمل کنید از کرونا عبور میکنیم، درجه کولر رو بذارید رو 25 از تابستون عبور میکنیم. کلا همش در حال عبور کردنید که شما که به نظرم از این مصاحبه هم عبور میکنیم. سید علی جفتک کم بنداز بابا، اینقدر دیگه ما رو دست ننداز، زندگی افتاده توی دست انداز، آب قورتو تو بگیری و دستت باز، همه نوچه ها در بدرن، جیبای ملتو میزنن، آخ اگه دیر به جنبی اما متم میبرن. بدو دیره دومت حالا توی تنه گیره، آره روزگار داره حال تو میگیره، دیگه دیره نظامت مثل خره پیره، اگه خیلی گاز بدی یه دفعه میمیره. بدو دیره
میره دومت حالا تو این تنه گیره آره روزگار داره حال تو میگیره دیگه دیره نظامت مثل خره پیره اگه خیلی بله رادیو اکتیو بفرمایید. سلام علیکم خسته باشید. من از اتوبان یادگار اباب تباس میگیرم. امرتون رو بفرمایید. آقا اینجا یه حادثه دلخراش رخ داده میخواستم اطلاع بدم. ممنون از شما. چی بوده حادثه؟ والا یه اتوبوس پر مسئولین نظام بود که اینجا تصادف کردن. مسئولین نظام؟ کیا بودن؟ همه رقمه توش بود، نماینده مجلس، وزیر، وکیل، قاضی، همه مسئولین نظام. خب بعد چی شد؟ خب هیچی همه‌شون رو همینجا کنار اتوبان خاک کردیمشون دیگه. یعنی مطمئنی همشون مرده بودن خاک کردین؟ نه آخه والا بعضیاشون میگفتن که زنده هستن، داد میزدن میگفتن ما زنده اما خب حرف مسئولین رو کی باور میکنه؟ همشون دروغ میگن دیگه. همشون رو خاک کردیم. در آخرم خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. الو قطع شد. عجب. بله خیلی ممنون، زحمت کشیدیم. خب در قسمت پایانی برنامه بریم داشته باشیم یه تیکه مزخرف از دلقک خمینی. یکی شما گفت آقای قرائتی این کراوات چطوره؟ گفتم اگر دلیلشو گفتی چرا کراوات می‌زنی من دو تا رو هم میزنم. آخه لباس که میشه یا باید گرم کنه یا باید سرد بشه، یه علامت بشه. مثلا میگیم کراوات مال پزشکاست، مال مهندساست. کراوات آدمای بی سواد بی سر پا میزنن، آدم با سواد بی سواد، پولدار، فقیر. کراوات اگر گفتی خاصیتش چیه، اگر فایده کراوات گفتی من دو تاشو رو هم میزنم. بله خب حالا یکی باید از این طرف بپرسه فلسفه این یه توپ پارچه‌ای که تو بستی سرت چیه؟ هسته اتم میشکافی باش، لونه گنجیش درست کردی، زاپاس ماشینه. همچین هم صفر بسن که خون به مغزشون نمیرسه. حالا این در شرایطیه که برگ انگور برگ مو شده کیلویی 15,000 تومان. یعنی کت شلوار کراوات که هیچ، لباس انسان‌های اولیه هم باش نمیشه خرید. اینا یه توپ پارچه رو میبندن سرش. بله خب این هم از این. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به 100 دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی. خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار. رادیو اکتیو. رادیو اکتیو.